با سلام خدمت بینندگان گرامی. ما امروز اومدیم به پارک رازی هم محل شهر نو سابق. این ویدیو مثل ویدیوهای دیگر یوتیوبرها نیستش که صرفا بخوام این مکان رو نشون بدم. اتفاقا اینجا من یه جای خلوت اومدم که بتونم صحبت کنم. تو این ویدیو حالا تاریخچه این محله رو میخوایم بگیم و اینکه شایعه هایی که از طرف افراد مختلف در مورد این محله گفته شده که خیلیاش نادرسته و بعضیاشون درسته، چه از جانب کسایی که راجب بعد از انقلاب راجب این محله چیزایی گفتن، چه راجب کسایی که قبل از انقلاب یه سری شایعه‌های دروغی راجب این محله گفتن که هر کدومش هم دلیل سیاسی داره، ولی ما کار به کار چیزای سیاسی نداریم. ما فقط اینجا راجب شواهد تاریخی صحبت میکنیم و کاملا نگاه بی‌طرفانه داریم، اینکه چه جوریه و کدوم شایعه درسته کدوم نیست. به هر حال و این پدیده این محله رو بعد که مرکز فحشا و روسپیگری بوده تو ایران، که اتفاقا خیابون اصلیش هم همین جایی که آبی هست بوده، یعنی خیابونی که توش عمل روسپیگری صورت میگرفته، دقیقا همینجا بوده. یعنی اون قسمتی که اون عمل انجام میگرفته، عمل روسپیگری، همین منطقه آبیش. اون قسمت هایی که پارک عمدتاً قسمت هایی بوده که بهش میگفتن نجیب خانه و اونجا زنان روسپی که تو این محله ساکن بودن بعد از کارشون شب که میشد میرفتن اونجا و اونجا با کسایی زندگی میکردن، با حالا اگر رفیقی داشتن بهش میگفتن رفیق شخصی. حالا اینا تو فیلم ها این اصطلاحات اتفاقا تو خیلی از فیلم های زمان پهلوی هم هست. حالا فیلم های زیادی راجع به این محله ساخته شده و موضوع مهمیه. حالا ممکنه بگید آقا الان به چه درد میخوره، الان که نیست. این پدیدش که هست، مکانش که مهم نیست. این که حالا اینجا یه منطقه قرمز بوده که به عقیده بعضیا بعد این مکان‌ها وجود داشته باشه که مثلا پخش نشه. این خب بین افراد مختلف اختلاف عقیده وجود داره تو همه جای دنیا. تو خود اروپاش هم همین جوریه، تو بعضی از کشورها اروپایی همچین مکانایی دارن، مثل آلمان، هلند. اینا تو بعضی جاها ممنوعه، مثل فرانسه، سوئد، اینجور چیزا. که البته فرانسه مثلا خب ممنوع هست، ولی خب مثل ایران خیلی مشهوده این پدیده، کسی عملا جلوشو نمیگیره. ولی تو سوئد و اینا این مقدار سفت و سخت داره. تو آلمان هم که قشنگ مراکزش هست، حالا خیلی هم زیاده و بالاخره این پدیده که وجود داره. لذا این یه فرصتیه که ما اصلا راجع به این محله بپردازیم که اصلا فلسفه‌اش چی بوده، آیا این محله اصلا مؤسس داشته. خب حالا برای اونایی که نمیدونن، چون خیلی ها خب یه تاریخچه کلی از این محله میدونن. این محله ابتدا مثل همین الان باغ بوده. حالا من یه جایی خیلی دنجش اومدم که آدم نباشه بتونم راحت صحبت کنم. در اواخر زمان محمد علی شاه دستور میده که اینجا یه باغی بوده، یه باغی تشکیل بشه. البته اینجا مکان سرسبزی به طور طبیعی بوده، اون موقع اصلا شهر نبوده، که یه سری از زنان حرمسرا و اینا زمان ایشون اومدن اینجا. خب محمد علی شاه بالاخره مجبور میشه ایران رو ترک کنه به سر همون ماجرای نمیدونم بستن مجلس و این حرفا. وقتی ایران رو ترک میکنه میره ایتالیا، دیگه این محله دچار یه مقدار کم کم دچار هرج و مرج میشه، به خاطر اینکه قدرت به دست احمد شاه میرسه. احمد شاه هم خب نوجوان کودک بوده، اول بعد نوجوان بوده. اصولا این منطقه هم که دور از دسترس بوده اون موقع ها، راسنا، خود پلیسا، حالا ژاندارما، اینا که چیز بودن، کم کم اینجا یه مقدار منطقه برای تمرکز خلافکارا میشه، تا اینکه کم کم یه مقدار اینجا به خلاف کشیده میشه اصلا قبل از دوره پهلوی. بعد از اینکه رضا خان به قدرت میرسه و سلسله پهلوی شکل میگیره، رضا شاه دستور میده که تمام حرمسراهای سلسله قاجار رو تعطیل کنن، چون با حرمسرا مخالف بوده. حالا این زنایی که تو حرمسرا بودن یه عدهشون با شاهزاده‌های پولدار قاجار تونستن ازدواج کنن، یه سریشون یه جوری گلیم خودشون عذاب کشیدن، یه سریشون هم موندن. رضا شاه عمده این زنا رو فرستاد همین دروازه قزوین که نزدیک همین محل است، همین پارکه. حالا هم تقریبا همونه.
بهش میاد حالا که نزدیک همینجاست. خب اینجا هم خب کم کم داشت پاتوق شده بوده دیگه و خیلی از زنها به سمت اینجا کشیده میشن و رضا شاه هم این موضوع رو فهمیده بوده، برای همین دستور میده که خیلی از این زنایی که الان تو جامعه عمل روسپیگری انجام میدن بیان اینجا انجام بدن و از اون حالت باغ و اینا دیگه در اون میاد. دستور میده خونه بکشن و اینا. و تو اون دوره حالا یه سری افرادی هم بودن سوء استفاده میکردن، مثل یه فردی بوده به نام زال محمد که شاید شما نشناسیدش، اسمش از قواد این محله بوده. قواد کلمه محترمانه برای مردی که از بابت روسپیگری زنها پول میگیره. خب این های زال محمد خب اول از همسر خودش شروع میکنه، همسر خودش رو میفروشه و از این طریق یه مقدار درآمد کسب میکنه. کم کم میره تو کوره دهاتا، جای دور افتاده، خیلی از دختر و زنها رو میاره. یعنی از اول نیت خوبی نداشته، ولی خب یه آدم دیگه بوده، خیر بوده و زرتشتی بوده به نام آقای جمشید که بهش میگفتن ارباب جمشید. میاد دوباره این زمینا رو میخره، اینجا مغازه و غیره برپا میکنه، خونه هم میسازه برای زنای بی سرپرست و یه مقدار میخواسته که وصیت کرده بوده که سود این یه مقدار از سود این مغازه ها به این زنان داده بشه. ولی خب به وصیتشون عمل نمیشه. عملا اون مغازه ها میشه باز دوباره یه جایی برای گردوندن همون مرکز فحشا و در خدمت اون قرار میگیره، نه اینکه مثلا زنا در خدمت مغازه ها قرار بگیرن. برعکس میشه، مغازه ها در خدمت اون زنا قرار میگیرن و به این فرم در میاد. و از زمان رضا شاه تا بعد از کودتای 28 مرداد، حالا بعضی هم میگن چیز نیست، کار به کار بحث سیاسی ندارم، تو اون دوران اینجا خیلی هرج و مرج بوده دیگه خرط و خر بوده به قول معروف و قوانین درستی اینجا نبوده، ناامن بوده. بالاخره اونجا دیگه تو اون زمان کم کم اینجا شهر شده، اومده بوده جزء شهر، خیلی از مردم ناراضی بودن و اینا و به همین دلیل اینجا ناامنی زیاد بوده، دزدی هم میشده. یعنی این شایعه هایی که از مثلا دخترها رو میدزدیدن، زنها میدزدن، تو اون زمان بوده. ولی از سال 1333 این منطقه سر و سامان میگیره به این صورت که دورش دیوار کشیده میشه و هر کسی اجازه نداشته بیاد تو. یه سر و سامان اینجوری میگیره. سال 1333 که دیوار کشیده میشه و هر کسی نمیتونسته بیاد تو این محله و کلانتری 15 اونجا تشکیل میشه. هر زنی میخواسته بیاد اینجا باید از اداره کل بهزیستی یا سازمان زنان نامه میگرفته، سابقهش باید بررسی میشده که متأهل هست یا نه و بعد از همه اینا فرستاده میشه به اینجا که معروف میشده به قلعه. حالا بعضیا میگن اینجا اسمش قلعه زاهدی بوده چون آقا مثلا اردشیر زاهدی اینجا رو تأسیس کرد، در صورتی که اینجوری نیست. اینجا اصلا تأسیس نشده. این قلعه شهر نو به صورت خودجوش به وجود اومده در اثر فقر عده‌ای از زنان. خب از این پدیده باید درس گرفت که بگیم آقا فلانی مثلا رفت فلانجا رو تأسیس کرد. و یه جور مسئله پاک کردنه. کسی نمیتونه همچین چیزایی تأسیس کنه. اینجور چیزا خود به خود به وجود میاد، مؤسسش نبوده. اتفاقا اردشیر زاهدی فقط دور اینجا دیوار میکشه، یه سر و سامون میده، اینجا رو از محله‌های اطراف جدا میکنه چون ناامن کرده بودن شهر رو. و وزارت بهداشت هم میاد اینجا رو تحت کنترل میگیره که از نظر بهداشتی مشکل پیش نیاد. بنابراین مؤسسی نداره اینجا همونطور که گفتم تاریخش کم کم شکل میگیره و اونم دلیلش فقر بوده، هیچ چیز دیگه هم نبوده. کمان که الان هم دلیل روسپیگری فقره، کسی مؤسس این مسئله نیست. دو تا دلیل داره دیگه روسپیگری، یکی فقره، یکی هم نابرابری بین زن و مرد. مثلا شما تو کشورهایی که بین زن و مرد برابری بیشتری وجود داره و زنها به این سمت نمیرن و اگر هم پدیده وجود داشته باشه بین زنای مهاجره. اگه دقت کنید تو مثلا تو کشور تو خود همون هلند که منطقه قرمز هست، شما اگه تو منطقه تشریف ببرید خب تقریبا همشون غیر هلندی. و از سال 33 البته اینم باید گفته بشه که طبق قوانین دوران پهلوی فحشا جرم بوده و نه جرمی که حالا بعدن حالا اون مجازات سخت و اینا. 6 تا 3 سال
زندان بوده. بعضی موقع هم بعضی از سرکرده های محله رو خب میبردن زندان، خیلیشون چند بار زندان رفته بود. ولی خب به هر حال دولت سر و سامون میده، یه جورایی هم غیر قانونی بوده هم قانونی بوده. خب که هم از یه طرفی خود پلیس اینجا رو زیر نظر داشته و از طرفی افرادی بودن که حالا تو این خونه ها کار میکردن، جثه قوی داشتن. اگه کسی خب به هر حال اونجا مصرف الکل بوده، مواد مخدر بوده، همه جور خلافی انجام میشده، ولی خب پشت اون دیوارا و یه مقدار سر و سامان میگیره که دیگه بچه متولد نشه. خود وزارت بهداشت اونجا رو زیر نظر میگیره، بیماری به وجود نیاد. چون تو اون دوره تا قبل از سال 33 اینجا بچه هم متولد میشده و رسم هم تو این محله بوده که کسی اون که متولد میشده نمیفهمیده مادرش کیه. یه جورایی مادرش حالا یا بعد از تولد، مدتی بعد از تولد اصلا محله رو رها میکرده موقعی که اون بچه میتونسته رو پا خودش وایسه. به هر حال بچه‌هایی که اینجا متولد میشدن مادرشون رو نمیشناختن. خب این مسئله تو فیلم ها هم هست دیگه. حالا تو فیلم های دوران زمان شاه فیلم های هستن مثل دشنه، مثل خاطرخواه، مثل از همشون دقیق تر فیلم توتیه که بر اساس یک کتابه که خود آقای زکریا هاشمی نوشته. اون فیلم از همه دقیق تره. خب ما اینجا نمیتونیم از اون فیلم بذاریم، ولی اون فیلم خیلی دقیقه. یعنی درست شبیه سازی که تو اون فیلم شده خیلی دقیقه. فیلم های دیگه بعدش دشنه نزدیک تره، خاطرخواه خیلی شبیه قلعه در نیورده و دوره. یعنی اون خونه هایی که تو فیلم خاطرخواه هست و اینا نه، قلعه به اون شکل نبوده. اونجا خیلی خوب نشون داده. و تو فیلم دشنه هم اگه دقت کنید یه جا میگه که موها رو یه کسایی مثل شما انداختن تو خشت و خاله این محله. یعنی طرف نمیدونه مادرش کیه ولی میدونه اینجا به دنیا اومده و عمدتاً هم اینا خلافکار میشدن و تو بچگی مورد تجاوز قرار میگرفتن. بله اینا بوده، ولی تا سال 33 بعد از سال 33 اینا کم بوده که مثلا اینجا بچه به دنیا بیاد و نفهمن دیگه. از اون به بعد این مقدار چون وزارت بهداشت و اینا وارد میشن به مسئله، معاینه بعد میشدن و دیگه کاملا تحت کنترل بوده. به خصوص دیگه تو دهه 50 اینا که دیگه اصلا دیگه برای خودش قوانین داشته دیگه، اینجوری نبوده. ولی تا تو دهه 40 هم بازم اینجا بسیار ناامن بوده، ولی خب پشت دیوارا با وجود اینکه پلیس ها اینا هم بوده هفته چند نفر به قتل میرسیدن. این تو کتاب توتیه دست به ما نگفتم اومده که خودش به صورت مستند تو این محله رفت و آمد میکرده برای اینکه این کتابو بنویسه. بعدش هم خب یه فیلمی به همین نام ساخته که گفتم یه تصویر دقیقی از این محله میده. بنابراین تو دهه 40 اینا بله هفته چند نفر کشته میشدن. حالا یکی از شایعه‌ها اینه که چه می‌دونم داشتن این خونه‌های اینجا رو اوایل انقلاب خراب میکردن، جسد لای ساختمونا بوده، تو مصالح بوده. شاید بوده باشه، نمیشه رد کرد، چون اون کسی که مستند رفته توی محله داره میگه هفته چند نفر کشته میداده. محله که تازه تحت کنترل بوده تو دهه 40 چند نفر کشته میداده دیگه. قبل اینکه تحت کنترل بوده باشه قطعا خیلی کشته میداده. حالا دلیلش هم معلوم نیست، حالا یکی ممکنه دعواشون میشده عمدتا، یا یکی ممکنه یکی از آشناهاش اونجا میدیده، از این جور چیزا. البته اینکه حالا بگیم اداره بهزیستی یه مقدار خب اونا هم اشتباهه. خود سازمان بهزیستی زنان رو میفرستاده به کلانتری 15 که وارد این محله بشه، یا سازمان زنان ایران. اصولا سازمان زنان ایران باید جلوگیری کنه از اینا، ولی خب این زنها چون عمدتاً بی سواد بودن تو اون موقع، سازمان زنان به موازات اینکه میفرستاده تو این محله که الان اسنادش هم هست و گذاشته میشه براتون، همه اینا با سند داره گفته میشه. به موازاتش خب کلاس‌های سواد آموزی هم برای زن‌ها اینجا میذاره یا مهارت آموزی که اینا بتونن از اینجا در بیان، که اون هم هست که تو فیلم مستند، فیلم معروف و عکسای معروف کاوه گلستان هست که البته این فیلم، اون فیلم هم نمای واقعی قلعه رو نشون نمیده، یه جور سیاه نماییه. اون از اون ور یه عده سفید نمایی میکنه مثل اون چیزی که شما تو فیلم خاطرخواه میبینید، یه عده هم از اون ور سیاه نمایی میکنه.
نه اونجوری بوده نه اینجوری بوده. به موازات این که مثلا سازمان زن میفرستاده اینجا، به موازاتش هم سعی میکرده از اینجا بیاره بیرون و اینا یه مقدار تضاد وجود داشته بین تو عملکرد اون رژیم، تضاد وجود داره. این با خاطر شاید یه مقدار اختلاف نظر بوده، اختلاف منافع بوده، یکی حالا دنبال منافع نبوده، یکی دنبال منافع بوده. به هر حال اینجوری بوده. تو اون دوران کارهای متضاد انجام میشده، هم کارهای مثبت هم کارهای منفی که در تضاد با یکدیگر بودن. ولی خب تو دوران 50 گفته شده که دیگه این محله مخصوص بیسوادان نبوده، حتی دانشجو هم توشون بوده و اونا متوجه میشدن که سفته چیه و زنهای بیسواد نمیفهمیدن، ازشون سفته میگرفتن و سفته بازی یه جورایی از این محله شروع میشه تو ایران ها، که سفته ها رو انگشت بزنن. اونا هم نمیفهمیدن چی انگشت بزنن و تا آخر عمرشون یه جورایی بدهکار میموندن. پس یکی از طریقایی که زنها رو توی محله نگه دارن یکیش سفته بوده، یکی دیگه‌ش هم اعتیاد بوده. چون توی محله شیره کشخونه و رقاصخونه اینا که برای خیلی ها خب شاید مسئله نباشه، ولی شیره کشخونه و مواد مخدر و اینا خب خیلی رایج بوده اینجا و مرکز مواد مخدر ایران بوده یه جورایی. خب اونم دوباره تو فیلم ها هست، تو فیلم واسطه ها مثلا شما نگاه کنید اینجا بازیگری که نقششو خانم فرزانه تاییدی بازی میکنه اعتیاد داره، که یکی از همون قواد شهر نو این کار رو براش کرده بوده که نتونه از اونجا به راحتی بیرون بیاد. بنابراین میگم چیزها تضاد بوده، متضاد بوده. یه عده خب داخل شهر نو شیطنت میکردن که ما اسامی زنا رو عمدتا میشناسیم. اگر شما تو ویکی‌پدیا اینا رو سرچ کنید مثل پری بلند و اشرف چارچشم و پری آبادانی و مهین کچل و اتفاقا کارت سلامتی این خانم مهین سندش هست، هم خودش روسپیگری میکرده هم ریاست یه خونه رو به عهده داشته، کارت سلامتش هم هست. عمدتاً اسمای اینا رو میشنوید که ثریا ترکی و اینها که القابشون به این صورت بوده. حالا بعضیا سیاسش میکنن میگن تو سال 32 مثلا اینا اومدن و باز هم اینا خیلی مستند نیست، خیلی نمیشه چیز کرد. این چیزایی که گفته میشه، چون نمیتونن که چند تا زن مثلا یه محله بریزن و سرکوب کنن. بله لات و اینا بوده، نیروی سرکوب بوده، ولی به این راحتی هم نبوده. کودتا بود. کودتا اصولا توسط نیروهای نظامی باید انجام بشه، نه توسط یه عده مثلا تو این محله و اینا. که حالا ولی از مردای این محله خیلی اسمی منتشر نشده. حالا طبق روزنامه ها، شما روزنامه های اوایل انقلاب بخونید، خب گفتم یکی از مهمترینش هم زال محمد بوده، همون زمان شاه فوت میکنه. ایشون از بابت همین شغلی که داشته، از بابت پولی که از روسپیا در می آورده و همسر خودش، یه گاراژ بزرگ میخره، یه قهوه خونه بزرگ میخره تو خیابون سیمتری. خیلی هم میگن آدم لارجی بوده، یعنی هر کم خیلی وقت خیلی دعوت میکرده، مجانی به همه مثلا غذا میداده و اینجور چیزا. ولی خب ریشه پولش از اینجا بوده، از این کار بوده. یکی دیگه هم که حالا اونجا تو این روزنامه اسمش هست، یه فردی به نام محمود سابعی، اینا معادلش تو فیلم ها هستن دیگه. مثلا تو فیلم خاطرخواه معادل این فرد هست احمد، تو فیلم دشنه هست محمد دشنه، این هستن دیگه. و همچنین میکشمت در نظر گرفت که بعضی از این افراد مردا خیلی کمتر از چی میخوای از جونم؟ همون جونتو میخوام. همشون تقریبا ادام شد. چون مردا خیلیشون رو جا تواب جا زدن، همونایی که قواد بودن، همونایی که از این طریق پول در می آوردن یا بعضا زن می آوردن اصلا اینجا. و حتی بعضیاشون تو کمیته ها را پیدا کردن که حتی بعداً هم خلافاشون در اومد و یه عده‌شون اصلا اخراج شدن و یه مدت هم زندان رفتن حتی بعد از انقلاب.
ولی خب زنا تقریبا هیچ کدومشون نتونستند از اعدام در برن، اون سرکرده هاشون. ولی مردا چرا؟ که حالا اسمشون رو نمیشه گفت، اونایی که حالا بعدن الان دارن خب هستن، الان تو ایران زندگی میکنن، بعضیشون هم مردن، فوت کردن. ولی خب اینا که اعدام، محمود ساقه‌ای اعدام میشه و زال محمد هم که همون زمان شاه فوت میکنه. و بعد از انقلاب هم دوباره یه سری شایعه‌های از این دست که مثلا دولت میاد اینجا رو آتیش میزنه. نه، اون موقع هنوز دولتی شکل نگرفته بوده، یه عده‌ای بودن حالا جوگیر شدن و بله اومدن سوزوندن، یه کارهای خیلی زشتی هم کردن. جنازه زنی هم خب اینا اسنادش هست، یه نیازی نیست که زنا رو تو شهر گردوندن اینا رو سوزوندن. و بعد فیلماش هم هست، مستنده، عکساش هست، فیلم که نه بیشتر عکساش هست. و خیلیشون هم پیرزن بودن، آوردن اونجا به طرز فجیعی اینقدر زدن که اینا تو خیابون خیلیاشون مردن، خون ریختن و مردن. یکیشون هم پیرزن بود اتفاقا. خب این کارا درست نبوده. بعدا هم که حالا سیستم جمهوری اسلامی سر کار میاد و بالاخره بعد از انقلاب نظمی صورت میگیره، این کارا مورد نکوهش قرار میگیره، به خصوص از طرف آیت الله طالقانی و اینا به شدت مورد نکوهش قرار میگیره. و سر این که باید خراب کنن یا نه هم اختلاف نظر پیش میاد. بالاخره اون عده‌ای که موافق بودن که اینجا باید خراب شه و بسیار تو این زمینه اصرار داشتن موفق میشن، اینجا رو تخریب میکنه و نمیذارن هم کسی بره و بیاد. یعنی بعد از انقلاب اینجا دایر بوده تا سال حدود 60، حتی بعد از اعداما بعد از انقلاب بوده. خیلی ها مثلا میگن سال 58 ما میرفتیم، حالا اونا که سنشون بیشتره، ما میدیدیم پری بلنده رو مثلا میدیدیم دم خونه‌شو داره تمیز میکنه، اشرف چهارچشم رو میدیدیم دم خونه‌شو داره تمیز میکنه. البته این اسما هم تو فیلم ها گفته میشده، منتها با این نام دیگه. همین القاب تو فیلم ها گفته میشده، مثلا تو فیلم خاطرخواه به جای که بگن اشرف چهارچشم میگفتن میگن اقدس چهارچشم، با اشاره میکنه به همون اشرف چهارچشم دیگه. بعد از حدود سال 60 سال 59 بود، اوایل 59 بود که پری بلنده و ثریا ترک و اشرف چهارچشم اعدام میشن. که البته خود اشرف چهارچشم ادعا میکرده که خودش روبوده شده، تو این محل آورده شده. اکثرشون هم چه ادعاهایی داشتن، حالا اینکه راست و دروغه با خودشونه. ولی خب اعدام فقط زنا خب یه مقدار، چون خیلی هم مردایی که این تو جز مؤسسان بودن و دست کمی اونا نداشتن، اونا آزاد، خیلی هاشون اکثرا آزاد شد. ولی خب زنا همشون اعدام شدن. و البته تو فیلمی که کاوه گلستان ساخته مصاحبه با این زنا میشه، بعضی هاشون صادقانه صحبت کردن، بعضی هاشون هم حالا احتمالا فوت که همشون فوت کردن دیگه، روحشون شد، ولی صادقانه نیست. مثل خانومی که مثلا میگفتش که منو یه زن نجیبی آورد تو این محله. خب زن نجیب که آدمو تو این محله ها نمیاره. بعد من از بابام ارتشیه. خب بابات ارتشیه، بالاخره یه مقدار اطلاعات باید از جامعه داشته باشی. من روستا اومدم نمیدونم چی هست چی نیست، من نمیدونستم اینجا چی هست چی نیست. با اینم نمیشه دیگه. آدم توی محله میاد که کارشون اینه، کارشون روسپیگریه، خب آدم میبینه دیگه، نمیفهمه که بگی من نمیدونم اینجا چی هست چی نیست. پس چیکار میکردی؟ یعنی کاری که انجام میدادی یا نمیدونستی چیه؟ خب یه مقدار زیت و نقیض اینا، خب البته به خاطر فرهنگ اون موقع خب شاید روشون نمیشده، من نمیخوام اینا متهم کنم، ولی یه مقدارم چیزه، یعنی اونجوری نبوده سیستم اینا رو، خود سیستم مثلا حبس کنه. خود افراد تو محله بودن که غیر قانونی از زنها سفته میگرفتن و غیره، که زنهای باسواد وقتی وارد میشن متوجه این موضوعات میشن، اونا نمیدادن. اونا
بعضا نمیدادن و وقتی در داشته پیشرفت کمیته و اینا که الان اولا قربان بهش ارتش میشه اینا رو در تربت حیدری میگن که من مثلا خودم آقا یه سخته فلسفه‌مش میگیرن هست تهرانو. با من آقا ایشون تهران حتی یه میگه زن دختر بود زن دانشجو نجیب بود که من آقا تهران من نمیدونستم که اینجا مثلا زمانی چی که هست چی نیست حالا دهاتی بودن این آدم دهاتی بودن حاکمیت من بردم تثبیت قلعه شده زادی تصمیم من میگیره فروختم اینجا رو تخریب الان 2 تا کنه بچه دارم هر قشنگ چی در مطمئن میشه میارم هر خونه هر تخلیه 2 بچه شده میکنم تحصیل و فقط بکنم هم ساکنین مثل اصلا خودم بدبخت افرادی که نشم اجازه یعنی نمیده دختر وارد داره محله بشن دوستم خوشبخت باشن ساکنین رو تخلیه میکنه همونجا اون خونه هایی که محل کار بوده رو تخلیه میکنه ولی اون خونه هایی که اسمشون نجیب خونه بوده رو نگه میداره و تا سال 67 8 تا اواخر سال 67 این خونه ها بوده ولی خب همون کارا رو دوباره میرفتن تو نجیب خونه میکردن که با قوانین حاکمیت تثبیت شده اصلا خیلی در تضاد بوده به طوری که خودشون کمیته ها متوجه میشن اونجا میبینن که مثلا زنای چادری هستن خب عمدتاً هم با چادر وارد میشدن دیگه کلا تو همون فیلم های زمان شما وقفه پیش اومد تو همون فیلم های زمان شاه نگاه کنین اکثرا با چادر تو محله میرفتن میومدن خب اون سال 68 هم خب کمیته میره میبینه چند تا پیرزنن چادر دارن از جانشون میپرسه خب اینجا چیزی هست حالا خواستن یه دستی بزنن اونم گفته بله همه چی هست مواد هست خانم هست اگه هر خواستید بفهم اونا میرن تو میبینن طبقه پایین مثلا دارن مواد میکشن طبقه بالا هم خب عمل روسپیکری انجام میشه که دوباره اون محله هم که اسمش خیابون استخر بوده چون قلعه 4 تا خیابون داشته خیابون کمیل قنات قوام و استخر و خیابون استخر همون جایی بوده که بهتون گفتم نجیب خونه بوده اونجا هم تخریب میشه و میذارن یه مدت میذارن آفتاب بخوره مثلا اینجا رو نجس میدونستن و اینا که بعدن این بوستان ساخته میشه و اون زنا به زور به بهزیستی برده نمیشدن اینجا رو تخریب میکنن ولی خودشون هم اعتراف میکنن اونایی که تخریب کردن که ما هیچ کاری هم برای اون زنا نکردیم خودمون هم افرادی که تخریب کردن گفت ما فکر میکردیم از پسش برمیام دیدیم نمیای یه عدهشون رو به بهزیستی یه عدهشون هم خودشون نیومدن یه عدهشون رو فرار کردن اصلا چون شاید کارایی کرده بودن یا اونجا ریاستی داشتن چون به زنایی که اونجا ریاست داشتن رحم نشد اصلا تقریبا همشون اعدام شدن دیگه گفتن که بردنشون توی خونه توی جردن یه مقدار یه چیزایی بهشون یاد دادن ولی از عهده بر نیومدن خونه بوده تخریب میشه پول اون خونه خریداری میشه از صاحبا پولش هم حتی داده میشه اون صاحبا
ولی خب یه عده‌شون محاکمه میشن، ولی اون محاکمه سال 67 خیلی جدی نبوده، مثل اون موقع انقلاب که اعدام کردن و تو روزنامه ها نوشتن و به اون شدت دیگه صورت نگرفت. حداقل اخبار رسمی ازش منتشر نشد و طبق ادعای خود اون افرادی که حالا این کارو کردن که تو سایت ها هست، سایت ایلنا اینا میتونید بره ببینید، گفتن که ما اینا رو خریدیم، بعد از اینکه پولشو دادیم خودمون تخریب کردیم. حالا میگم قضاوت دیگه با خودتون، ولی به هر حال شایعه های زیادی راجع به این مسئله هست و هنوز این مسئله ادامه داره و با توجه به اینکه امروز هم خب جامعه موفق با حدی رنج می‌بره این مسئله هست دیگه. ولی خب از یه طرف چون برابری زن و مرد تو ایران دیگه تقریبا جا افتاده، با وجود اینکه مثلا مشکلات اقتصادی خیلی زیاده، ولی این پدیده اونقدری که مورد انتظار هست شیوعش افزایش پیدا نکرده مثلا نسبت به 10 سال پیش. مرسی از توجهتون، ممنون، خدا نگهدار. تا ویدیوهای بعدی ازتون خواهش میکنم که حتما به اسنادی که تو این ویدیو گذاشته میشه هم توجه کنید. ویدیوهای بعدی هم به همین صورته که کاملا تحقیقی و با سند و تاریخ و فلسفه تشکیل هر محله، چه تو ایران و چه تو اروپا. خدا نگهدار.